زنا بکنه، محاله که مردی بتونه با اون زنا بکنه. اگر زنی نخواد که امید بده به مرد، محاله که اون مرد امیدوار بشه که یک روزی به این زن دسترسی پیدا میکنه. خداوند در سوره نور گفته از زانیتو، زن زناکار. از قدیم هم گفتن یک صحبتی که از قدیم پدرها و مادرهای ما گفتن، تا دختر نکن شمشیر بازی، چوب نکن دست درازی. به زبان محلی تا دختر شمشیر بازی نکنه، پسر دست درازی نمیکنه. تا اون چراغ سبز روشن نکنه، اون محاله که بتونه راه بیفته دنبالش. و این تعبیر قرآن از زانیتو. اول باید زن اجازه بده، اوکی بده، چراغ سبز روشن بکنه، مرد امیدوار بکنه تا اون امید داشته باشه، وگرنه ناامید میشه. اینجاست که میگه حجاب کامل زن مسلمان و درست راه رفتن و درست برخورد کردن و درست صحبت کردن و به جا خندیدن و چگونه خندیدن، اینها همه سبب میشه که بیمار دلان ناامید بشن، قطع امید بکنن. خواهر مسلمان باید این کار بکنید تا اونها قطع امید بکنن. در آیه دیگر خداوند میفرمایند، سوره احزاب آیه 32، فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. میگه ای زن مسلمان، با صحبت‌های عاطفی و شیرین و جذاب و دلربا فریب نخورید. با قول دلربا و جذاب فریب نخورید تا اون مردی که بیمار دل است به طمعش و غرضش و هدفش نرسد. هرچی مسائل عاطفی و صحبت‌های عاطفی بین زن و مرد نامحرم بیشتر بشود و دلبستگی بیشتر بشود، کار به جای باریکتر کشانده می شود و اصلاح و علاج اون مسئله مشکلتر خواهد شد. خصوصا در فضای دانشگاه، در محیط دانشگاه که اختلاط به اوج رسیده و دختر و پسر در کنار هم نشستن و هم به سن بلوغ و کمال رسیدن و اکثر دخترها و زنها هم و کسانی که میان تو دانشگاه آرایش میکنن. بدون آرایش خیلی کمه که بدون آرایش بیان تو دانشگاه ها. ولی باید جوان مسلمانی که خدا رو و رسول خدا رو مد نظر دارد باید این